سلام و همه دوستان عزیز گرامی ها، به قسمت اول جواب های معما خوش اومدید. چه سختی امشب قرار سوالاتی که و معماهایی که در سری قبلی پرسیدیم و با هم دیگه جواباشون پیدا کنیم. بچه این سوال فرمول زیاد داره، 4 نفر وارد میشه و 5 نفر اینجوری میشه، جوابش میشه 11. حالا اگه خواستید من جوابش رو توی کامنت ها با فرمولش براتون میگم. یه خود سخت و پیچیده، خودم دست به دامن اینترنت شدم موقعیتش تا بتونم پیدا کنم. جواب بعدی سوالمون اپیکور به عنوان پدر تاریخ شناخته شد. اینم یه جواب منطقی داشت، یادم رفت واقعیتش چجوری بود. ورزشی که بیشترین قدمت داره کشتی هم که خب برای ماها خب خیلی آشناست و معروف و محبوبه توی کشور ما، ورزش سنتی. سوال بعدی که خودم توش مونده بودم این چه سوالیه، این چه جوابیه، ایگ نوبل. آره خودم هم نمیدونم چی هست، کجا هست. خب اینطوریه. سوال بعدیمون که گفته بود دشمن سرطان پستان و پروستات و سرطان معده گوجه. اگه خدای نکرده یکی از حالا دوستان دور اینطوری شدن، گوجه کمک میکنه به این دوستمون. پایتخت مینسک هم خب بلاروسه، یعنی بلاروس پایتختش میشه مینسک، پایتخت بلاروس. عرضم به حضور انبرتان که توی بخش بعدیمون قرار بود چند تا اشیا رو پیدا بکنید دیگه، که توی عکس بعدی من دورشون با علامت چیز کردم که خوب بتونید رو راحت پیدا بکنید. به این شکل خیلی سخت بود، خدای خیلی سخت بود، خودم قبول دارم واقعا خیلی سخت بود. این خودم رباط زدی پاره کردم سر اینکه بتونم پیداش بکنم. امیدوارم خوشتون اومده باشه و ما سعی میکنیم هر 2-3 روز یه بار ویدیوی معمایی بذاریم و 2 روز بعدش هم که خب با جواب میام خدمت یکتون و تکتون. وضعیت خوبی نیست، درآمد دلاری اینا ایشالا که درست بشه، ایشالا که وضعیت هممون اوکی باشه، خوب باشه. توکل بر خدا. ما اینجا هستیم تا یه ویدیوهای با کیفیتی تقدیم نگاه‌های خوشگلتون بکنیم. شما اگه دوست داشتید منت بذارید سر بنده، حمایت بکنید، لایک، کامنت، انگلیسی اگر دوست داشتید. من هم سعی میکنم که ویدیوهایی بسازم در شأن شما عزیزان و تا کریم دیگه. بابا رو ببوسید و